رسیدیم ما تو چتاش کامنت بذاریم What's up Ray What's up Ray. من میخوام اونی باشم که به دوست دخترم فیفا یاد میدم. امروز الینا رو آوردم اینجا که بهش یاد بدم چجوری اف سی بازی کنه. من پرو پلیر ترین اف سی باز ایرانم. میدونستی دیگه. میدونستی من بهترین اف سی باز ایرانم هستم. تو به من ایمان نشده باشی دیگه. کی به من ایمان الینا هستم. مرسی. حالا من میخوام بهش اف سی یاد. الینا قراره امروز بره درفت آفلاین اول تمرین بکنه یه دست با بات آسون، بعد از یک دستش بره آنلاین. یعنی 2 تا درفت میخوایم بزنیم. هم میخوایم ببینیم الینا تو درفت شانسش خوبه، هم که ببینیم میتونم بهش فیفا یاد بدم. شانس چیه؟ مهارت. نه شانس بازیکن بده باز. بعد ببینم میتونم بهش یاد بدم بره آنلاین بازی کنه یا نه. زود تا سریع بریم انتخاب کنیم. الینا جان ما میذاریم روی آماتور. الینا جان اینا ترکیب‌های فوتبالی رو میشناسی؟ چقدر با ترکیب‌های فوتبال؟ 0. ترکیب فوتبالی به نوع چینش بازیکن‌ها رو زمین می‌بینه. خب اینا بازیکن‌های تو. خب موقع پیشنهاد بدم اون یک نوک وای هستن. 4 3 1 2 به نظر من خوبه. نظر 5 تا بازیکن هر این دیدی تو ویدیوم دیدی دیگه. هر پوزیشن بازی که بزنی از بین 5 تا بازیکن یه بازیکن رو میذاری اونجا. الان بین اینا به نظر خفن ترینش کدوم؟ مثلا کجا میشه فهمید کدوم خفن تر؟ عدداش زیادتر باشه. ولی فقط این نیست. حالا کدومو میخوای؟ من میخوام بدونم به چه منطقی انتخاب میکنی. مثلا رو قیافه میری جلو، مثلا رو چی میری جلو. اینو میخوای؟ خب بزن. این هافبک میگه CAM Central Attacking Midfielder. یعنی کسی که هم وسط بازی میکنه هم حمله میکنه. الان نظر بین اینا واسه خفن. آفرین یاد گرفتی کدوم خفن تره. الان این میدونی چیه؟ چرا سفید سیاه‌سفیده؟ مرده؟ نه بازش هسته شد. میتونه مرده باشه. خب میتونه مرده باشه. اینا بازیکن‌های قدیمی ان. اینا خیلی خفن. دود از کونه بلند میشه. این خفنه؟ چه؟ برش نه اونو بردار. من اینو بردارم. فرانسه خیلی کشور خفنی الینا. گوش کنید دقیقه. ببین این 92. ببین از قدیم گفتن دود از کونه بلند میشه. خب همین الان داشتی میگفتی اون عددش بالاتر بود. دود از کونه بلند میشه. خدا رو شکر. عزیزم نکن. فیفا اینجوریه. با این راه میره. بلدم. اینوشو بلدی. با چی پاس میده؟ با چی شوت میزنه؟ با چی سانت میزنه؟ با خودت بازی کرده بودم دیگه. من بهت یاد دادم؟ یاد ندادی. کی بهت یاد داده؟ دسته رو دادی خودم. کی بهت یاد داده؟ دسته رو دادی خودم. با چی میدوه؟ با چی میدوه؟ با این. چرا بلدی؟ چرا میدونی؟ نگو با چی بازیکن عوض میکنه؟ با این. میدونم. من سفیدم. آره سفیده. کدوم و گل بزنم؟ اون بر روبروت با گل بزنی دیگه. آها برو باس بده. بود لبت کرد. مثلث بالا. مثلث. آها بزن. وای. مربع نه با دایره. بزن. ماشاءالله خوب. الینا نکن. حالا تو آماتوره رو بلدی. الان باید سعی کنم خوب یاد بدم. چی میگم؟ نکن. با اینم میتونی بازیکن عوض کنی وقتی تو دستت نیست. نکن اینا. بده این ور. بده عقب. نکن. سعی کن بذار بازی بچرخه. بده عقب. بده پایین. مربع ضربه رو پشت هم بزن. مربع ضربه. زدم که. بزن. مثلث. ماشاءالله. داشت چی بگم تو آنلاین اینجوری نمیتونی بازی کنی. میبلن تو گل. خیلی کاری. الان من میخوام کنترل توپو بهت یاد بدم. خب آریک رو نگه دار. آریک رو نگه می‌داری توپ میچسبه به پات. آریک نکن. الان بده بالا. با اون چوکی که باش حرکت میکنی توپو هی همونجوری مثلا یه دونه بچرخون. می‌بینی؟ آها اینجوری تو می‌تونی. الان پاس بده بالا. بگیر. اینا از پشت نباید این حرکتو بزنی. پاس بده بالایی. بالا. آریک رو نگه دار شوت کن. اینو نگه دار شوت کن. نگه داشتم. همون لحظه که میخوای بزنی ول کنم دوباره. نه اینجوری. اگه آریکو بزنی یارو میاد جلو بعد میتونی به زمینی پاس بدی. بس داشت داریم. پاس بده. شوت. برو بگی. خب واسه آریکو نگه دار. یه دونه کات دار بزن. ماشاءالله. حالا دیریب. من میخوام یه دونه بازیکن رو واسه دیریب بزنی. اوکی؟ دیریب بزنی. تو ردش کنی. خب
آها بده آها ماشاءالله. رفت تو. الان حرکت قبلی رو زدی. اوکی خیلی خوب بود. فقط همون. فشار بده آره. دیدی؟ بزن. برو. آفرین. الان من چی میخوام؟ با همین بازی کن. این حرکت رو بزنی و بزنی تو گل. یکی رو رد کن باهاش. یکی رو رد کن باهاش بعد گل بزن. آها! آفرین. خب الینا میدونی الان نوبتشه؟ تو آنلاین بازی کنی. تیم تو من میشینم این دفعه. اوکی؟ الینا این اولین مچ آنلاینت. اوکی؟ تو قراره پاره کنی حریفو مگه نه؟ با دانشی که الان من بهت دادم تو فیفا تو پله داری، رونالدو داری، وینیسیوس داری، مارز داری، یایا تورے داری، کمپانی داری، کافو داری. اونا دو نفری ان. اونا دو نفرن تو اینا. ماشاءالله پاس بده. تو کار نمی‌کنم. پاس کدوم بده. گل بزنم؟ بابا روبروته. برو. پاس ماشاءالله. پاسکاری آروم ماشاءالله. اونو بگی برو تو پاش. آها پاس. وایسا خدا پاس. نه اون یکی بگی آها ماشاءالله. برو تو پاش. پاس اینا پاس پا عقب. ها اوکی آره کنه. ای با اشتباه کردم. آروم بازی کن. پاس عقب. بابا دست تو ببر. پاس بابا خیلی دوری. من وقتی خیلی دوره نباید رو پاس بدی. اوکی آها برو. منو چرا میزنی آخه؟ پاس بالا. بدم. بالا. وایسا. مهارت. ببین یه دونه گل بزنی من جایزه رو میدم بهت. اوکی آفرین. برو جلو. اوکی. بده پایین. برو تو باش. برو دایره. آها مادرت. بالا نکن. زود نده به رونالدو رو بعد موقعی بگی نزدیک دروازه. خیلی وضع خراب شد. کارت قرمز گرفته اینا. یه بازیکن کم شد. وای بابا نزن. وای لعنت بهت. آقا هر کی هستی الینا داره جلو دفاع میکنه یعنی ریدین. آقا یعنی چرا منظورت چی بود از صحبتت؟ نه خب بازی روز اول یه بازی میکنه. ای وای. پاس. آریک نگهدار. آریک من هنگ کردم بابا من صحبت نکن. چرا با شوکر راست میپره. وای با شوکر این هر جهتی بزنی میپره همون راست. وای بگیر جون عمت. بره. آها بده پایین. آها بزن. یس پنالتی. اینا گوش کن. پنالتی. اگه گل بزنی شالشو بردی. اوکی. صبر کن. الان بهت میگم. نکن. وقتی که این سبز شد دایره رو به اندازه مثلا یه ذره نکن. مثلا اینجوری من این چقدر نگم دارم یه ذره تا تنم برو تو بگیر. زدی چرا؟ بگیر یا جون ماد. آره بر وایسا میتونی یه گل بزن. توپ دستته سعی کن بری یه سمتی که آها حداقل افتادی گل من تو اخراج دوم. آدی تو هم لحظه آخر چپ لحظه آخر وسط ویدیو. وای بده آروم. چیکار کنم؟ بده رونالدو. برو. آها وای الینا آروم باش. استرس میگیرم. وای چرا به اون داد؟ نه اوکی برو. وای چیکار کردم؟ چرا هنگ میکنی؟ آخه اینا تو کال آف دیوتی خوبه. تو تصمیم میگیری خوبه. نه این فرق میکنه. بزن. آها وای چیکاره؟ چقدر بهم شرط میبندی که میتونم گل بزنم؟ بابا این گاوه. چقدر بهم شرط میبندی همه رو 5000 تموم شد. چی بابا صبر کن بازی مونده گل بر بزنم. همه هم وسط میزنم.
داشت. داداش همینجا 2 تا گل خوردی. الان میفهمه دست دادم به یکی دیگه. داداش آقا این نتونست گل بزنه من دیگه چرا باید تلاش کنم واقعا. دمت گرم 2 تا گل خوردی یه دونه هم که نتونستی بزنی. داداش تو 9 تا گل خوردی. برو پسر تو میتونی. بزن دیگه ناموس علی. ناموس علی. به خدا. آها این دروازه باز بود. داداش خب باز زدم. ولی دمت گرم. خدایی ناموسن روز اول داشت خوب بازی میکرد. ماشاءالله ماشاءالله. بچه اگر میخواین الینا تمرین کنه و این دفعه دوتایی یار بریم بازی بکنیم تو کامنت ها بگید.